سلام علیکم دوستای گرامی. برادر ما به اسم محمد رضایی که خودشان معلم هستند در یکی از مکاتب ولایت کاپیسا این جدول نتایج برای ما روان کردن و از ما خواهش کردن که ما نتیجه متعلمین با استفاده از فرمول در این قسمت دریافت کنیم در خانه نتیجه. دیگه اونا با فیسبوک با ما تماس گرفتن، این شیت بر ما روان کرد، ما این شیت تنظیم کردیم، به ویدیو آماده ساختیم. لحاظا ایره ما نتیجه متعلمین که در صنف دهم چند گرفت کامیاب است، ناکامیاب مشروط، و در صنف 11 و همچنان صنف 12. اگر در یاد داشته باشیم در ویدیو قبلی ما فانکشن اف کار کرده بودم و در اوجه صرف بالای یک سل یا بالای یک حجره ما می کار کرده بودیم که اگر عدد از 40 پایان باشه چند میگیره، از 40 بالا باشه چی نتیجه بده. لحاظا چون اینجا او روش کار نمیته، اینجا چون یک رنج است، یک محدوده است، در اینجا باید از کامبینیشن یا 2 یا 3 فانکشن دیگر استفاده شود تا نتیجه به دست بیاید. در قدم نخست ما دریافت میکنیم که در این رنج چند حجره است یا چند سل است یا چند مضامین همین متعلم کمتر از 40 نمره گرفته. لذا به خاطر دریافت از او اینجا کلیک میکنم، مساوی کاونت اف. کاونت اف فانکشن است که شمار میکنه نظر به شرطیه، یعنی نظر به تابع چیزی که ما خود متعین کردیم، نظر به شرطی که متعین میکنیم امور شمارش میکنه. مساوی کاونت اف کردم، قوس باز کردم، همین محدوده رو من انتخاب کردم. محدوده رو انتخاب کردیم، اینال اشاریه میزنیم، باز کوتیشن میگم کمتر از 40. آل ایره ما انتر چیز کوتیشن بسته کردم و قوس بسته کردم. ببینین کاونت فانکشن از قسم کار میکنه که اینجا رنج میگیره و در پولی رنج مو شرطی خود میگیره که کمتر از 40، یعنی 40 شامل نمیشه، صرف اعداد رو شامل میشه که کمتر از 40 است و او را بر ما دریافت میکنه و شمارش میکنه. و زمانی که انتر میکنم ببینین اینجا نوشته شد 6، به این معنا که ما 6 دانه حجره داریم که کمتر از 40 است. به خاطر چکش من میتونم که اینی خانه ها را کلش انتخاب کنم، همچنان این متعلم بعدی را، و در اینجا برم از conditional formatting highlight cell rules less than کمتر از 40 باشه، این را اوکی میکنم. انا لحاظا ببینین که 1 2 3 4 5 6 و اگر این را بسازم مثلا 45 5 شد، و یا اگر این را بسازم به طور مثال 88 یا ایشه هم بسازم آل 4 شد، یا ایشه بسازم مثلا به طور مثال 95. حالا ببینید که 3 شد. لحاظا ما میخوایم که او محدوده که اگر خانه هایی که از 40 پایان است الا 3 تا باشه مشروط نشان بده، اگر 3 تا بالا بود ناکام و اگر هیچ نبود کامیاب نشان بده. لحاظا حالا ما دریافتیم که تعداد خانه هایی که از 40 پایان است چند است. حالا ما میخواهیم که این بالای داخل فانکشن هف بگیریم و در اوج یک شرطی دیگه صادر کنیم یا رن کنیم، تابع تعیین کنیم که اگر کمتر از 3 بود مشروط، بالای 3 بود ناکام و اگر 0 بود کامیاب. لحاظا به این فانکشن بار شما ببینید من این قسمت کات میکنم، این چی میکنم داخل فانکشن اف میاندازم و داخل فانکشن اف این کاپی پیست میکنم و اینجا برای یک پارامتر فانکشن اف هسته خود فانکشن کاونت اف کار شده و دیگه یک شرطیه برش تعیین میکنم، میگم اگر مساوی به 3 بود نوشته شود اشاریه کوتیشن کامیاب. چون اگر ما هیچ خانه نداشتیم که کمتر از 3 باشه رو بر ما کامیاب نشان میده. باز نوشته میکنیم دوم دیگه دوباره همین فانکشن اف کت کاونت اف کاپی میگیریم، رایت کلیک کاپی و در اینجا پیست میکنیم. پیست. حال اگر کوچکتر از 3 بوده، کوچکتر از 3 کوچکتر یا مساوی به 3 بود چی نوشته شود؟ بر ما مشروط نوشته شود. و همچنان برای بار سوم پیستش میکنیم و این بار اگر میگیم که بزرگتر از 3 بود برای ما چی نوشته شود؟ ناکام.
ببینیم دوستا این فانکشن است. قوس پورا میکنیم. سه قوس با معذرت. ببینیم دوستا این داخل فانکشن f یک کانت f کار شده که چک میکنه که آیا همین محدوده ما تعداد شمارشی که کمتر از 40 است مساوی به صفر میبخشید. مساوی به صفر است، یعنی اگر مساوی به صفر بود کامیاب. دوم دیگه چک میکنه که خانه هایی که کمتر از 40 است چند دانه است. اگر کوچکتر و مساوی به 3 بود نوشته شد مشروط، و همچنان در اخیر اگر بزرگتر از 3 بود چی نوشته شد؟ ناکام. پس ما این را انتر میکنیم که حالا ببینید این مشروط نوشته شد. به این معنا که اینمی تعداد محدودی که هست مساوی به 3 است مشروط نوشته میشه. این را کپی میکنیم در دیگه خانه ها هم، لذا به اینجا به کار ما نیست چون سالانه و 4 ماه متعلم است. حال بیاین یک مثلا دوازی از این ما میخواهیم که مشروط بکشیم. یک نمره بلند میتیم برش، مثلا میگیم 96. حالا ببینیم که اینجا کامیاب نوشته شد. و یا اگر من یک خانه دیگر را مثلا اضافه کنم در این قسمت، اینی را به طور مثال بگویم که 38 گرفته یا 37 گرفته، چی شد؟ ناکام نوشته شد. دیگه ای بود دوستا فانکشن با استفاده از فانکشن f و count f که ما از این محدوده رنج دریافتم که کدام متعلم کامیاب است کدام متعلم ناکام. دیگه اینی اکسل شیت ما دوباره به ایشان روان میکنم و از اونا خواهش میکنم که اینی قسمت بعدی پایانی را همین فانکشن خودشان نوشته کنن تا برشان تمرین هم شود و پیدا کنن که این متعلمین پایان کامیاب است یا ناکام. تشکر.